آب خنکم آوردم. داریم میریم دنبال لوک بگردیم. لوک سلامتی. واقعا کلی داریم زحمت میکشیم. انشالله که بتونیم کارهای خفن بگیریم. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بهمون انرژی بدیم که اینجا کار کنیم، اینجا هم پشتمون باشه. باحال میشه. ببین لوکیشن رو ببینید. خدا شهر زیر پامون. بریم واسه طراحی. کرلیام هنوز هستا. خواستم بهتون بیا شروع کنیم. چه خوشگل دایدم. آره این کاری کردم. دیره لغزشه بیرون تو بیرون لغزشه. یک دو سه چهار. ببین اینجا به نظرت 1 2 پای راست رو بکوبیم بریم بالا یا پرش بزنیم؟ پرش بزنیم باحال. هیجان دنیا چه بی دست میدیم چه بی ارزشه. یه حرکت اینجوری بزنیم. خب یو یو ارزشه. راست چپ. نگاه 1 2. امشو هوا بارونه. امشو حالی هزاره. دمونم لمسیه. دیش دیرین دیرین. واسه طولانیه. پاجی مجبور. 3 2 1. ماما ببین کجا ولو برده ای دافی دلو. جمع میکنیم برمیگردیم اینجوری میشه دیگه. 8 میشه. 8 میشه. بعدم و این میترم فارسی بگو. بریم یا اینجوری؟ اینجوری. خب 1 2 3. یه بار بیاد بالا. اینجا بچرخ. اصلا تو چپ راست فرقی نمیکنه. ریلکس دوباره. آره تا اینجا خیلی خوب. خیلی باحال. کات بزنیم چوب بیار چوب میگیری. به قرآن میتره کنه. آقا ضبط با موفقیت تموم شد. الان من متوجه شدم اینجا آبم هست. آبو بریم داشته باشیم. صفا سیتی گوری سیتی نه. به 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 به. خدایی لوکیشن رو داری. غروب رو ببینید فقط. ولی ما یه جوری ضبط کردیم که دیگه تاریک نشه و واقعا به موقع تموم شد. عکس کاورم گرفتیم. بعد دیگه باید بریم ادیت بزنیم. پوفیوز یعنی چی؟ یعنی یکی که پف میکن. آها فهمیدم. یعنی یوز پلنگا ها وقتی مثلا خیلی میخوان قد بشن پف میکنن. واقعا؟ الکی گفتم بابا. چیزی گذاشتم. خب ما لوکیشن رو ترک میکنیم.
من دیگه فشارم افتاد. واقعا خیلی دوست دارم بیارم بالا. بیار بالا بخند. بیار بالا خدایی تو بلاگ بیفته. میگم حالشون بد. رسیدیم بالاخره رسیدیم به ماشین. جگوارم سلام. بچه چه غروبیه ببینید. وای وای وای. خب ما بریم سوار شیم دیگه بریم. فعلا ممنونم که همراه ما بودین. میبوسمتون تا ولاگ بعدی. سلام گیج. خدافظ. لایک سابسکرایب یادتون نره.